سلام، روزتون بخیر. هنگامه هستم. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز یه زاویه دیگه مغازه دارم فیلم میگیرم، چون دیگه اون بر هم تکراری شده بود. همین که خیلی کامنت میدادین که پشت سر چقدر رنگی و چشماتون مثل اینکه داشت اذیت میشد. چند روز پیش یه نفری بهم یه کامنتی داد که گفتش که میدونی چرا تو مغازات اصلا مشتری نمیاد؟ به خاطر اینکه خیلی زشتی. اولش دلم خیلی شکست. بعد گفتم خب هر کی یه نظری داره، نظرشون هم محترمه، مشکلی نیست. ولی اینکه من خودم به شخصه تمام آدما رو از روی صورت نمیگم زشتن یا زیبا، دل انسانا، مرام معرفتی که دارن، شخصیتشون، ادب و احترامی که دارن، واقعا برای من اینا مهمه. شما زشتی و زیبایی رو از رو صورت تشخیص میدین یا سیرت؟ کدوم براتون مهمه؟ خیلی دوست دارم کامنت کنین ببینم نظرهای شما چیه. دوستتون دارم. خدا نگهدار.